سروازیر مملکت قاهر رسولزاده را در درآمدگاه ناحیه عبدالرحمن جامی رئیس ناحیه با همراه فعالان ساحه‌های خواجگی خلق صمیمانه استقبال گرفتند. چند است که ساختمان دروازه رمزی این ناحیه که با ناحیه خراسان می‌پیوندد رفته ایستاده است. سروازیر کشور راجع به بلندی و پهنایی آن مسئولین را سپارش داد تا در دایره استانداردهای جهانی کار را انجام دهند. ساختمان اداره کمیته زمینی ناحیه و کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در ناحیه عبدالرحمن جامی ادامه دارد. با اطلاع مسئولین نزدیک به 80% کارهای ساختمانی در بنا به انجام رسانیده شده، رنگ و بارکنی و جابجاگذاری اسباب و انجامهای کاری باقی مانده است. قاهر رسولزاده ضمن بازدید از رفت کارها در بنای کمیته زمینسازی ناحیه به مسئولین سپارش داد تا به صفت کاری ساختمانچیان دقت جدی دهند. مورد ذکر است که چند سال باز اداره کمیته زمینسازی ناحیه و کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در بنای اجاره فعالیت دارند. مسئولین به سروازیر کشور باور کناندند که روزهای نزدیک تمام کارها را با صفت بلند به انجام رسانیده از فعالیت خود در بنای نو درک خواهند داد. در مرکز ناحیه صاحبکار محلی با الهام از تاکیدهای پیوسته راهبر دولت نسبت آبادانی و سازندگی تصمیم گرفت بنای 5 آشیانه که عبارت از 25 خانه های 2 حجرگی و 3 حجرگی است ساخته به استفاده دهد. طبق نقشه پیش بینی شده تا انجام کارها 5 میلیون سومانی خرج می گردد. تاکنون با جلب استاهای محلی کارهای اساسی را به انجام رسانیدند. سروازیر کشور نیز تاکید کردند که با جلب صاحبکاران در مرکز ناحیه چنین بناهای بلند آشیانه ساخته شود تا سیمای ناحیه قبای دیگر به بر کند، زیرا در مرکز ناحیه پیشروی ها خیلی کم به نظر می رسد. قاهر رسولزاده از نقشه کارهای ساختمانی که آینده در مرکز ناحیه صورت می گیرد شناس شد. او گفت مرکز ناحیه را با بنا و کارخانه و مرکزهای خدمت رسانی زمانوی می شناسند. از این خاطر هرچی زودتر به طرح آینده ناحیه عبدالرحمن جامی نقشه گذاری کرد، زیرا امروز پیشوای ملت در هر سفرش به شهر و ناحیه های کشور بهر آبادی و سازندگی در محل تاکید میکنند. بنای پروکراتورای ناحیه سالها با تعمیر اساسی را ندیده بود. با طلبات زمان تمام اتاقهای کاری کارمندان پروکراتورا را از نوسازی کرده ایستادند. همچنین ساختمان یک چند اتاقهای دیگر نیز در نظر گرفته شده است. سروازیر کشور از رفت کارهای از نوسازی بنای پروکراتورا و شرایط کارمندان میلیتسیا دیدن نمود. هنگام صحبت با کارمندان حفظ حقوق تاکید شد که پیش از همه باید شرایط کاری به کارمندان مهیا شود. کوپراتیو تجارتی دوبیده واقع در جماعت دهات اتفاق ناحیه در میدان 32 گکتار زمین دامن پهن کرده است. چند سال پیش دهقانان در 2 گکتار زمین انگور پرورش کرده بودند که امروز ثمر می‌دهد. قاهر رسولزاده هنگام بازدید از کوپراتیو تجارتی دوبیده با کشاورزان از نزدیک صحبت نمود. با سروازیر مملکت اطلاع دادند که کوپراتیو تجارتی تمام نمود محصولات و غله‌دانگی ها را پرورش میکند. امسال با استفاده از امکانیت های موجوده تمام زراعت را در وقتش کش نمودند که حاصل خوب به دست آورده اند. پیاز و گندم، لوبیا و شالی از بودش زیاد حاصل داد. رفت جمع‌آوری پخته نیز گواه آن بود که دهقانان خوب مهنت کرده اند. با گفته راهبر کوپراتیو تجارتی دوبیده امسال از پخته میتوان تا 35 سنتینر حاصل به دست آورد. دهقانان برای ذخیره تمام نمود غله‌دانگی ها انبار ساخته اند. آنها در تمام فصل ها میتوانند زراعت خود را در انبار خود نگاه دارند. کارهای آبادانی و سازندگی در باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه وسعت تازه کسب کرده است. با دستگیری صاحبکاران محلی مرکزهای دلخوشی برای کودکان و استراحت شهروندان ساخته شده ایستاده است. سروازیر کشور نیز دستور دادند تا با استفاده از امکانیت‌های جای داشته و با جلب شهروندان باغ مرکزی را از این هم آبادتر و زیباتر کنند، زیرا باغ یگانه جایی است که شهروندان برای استراحت و فراغت در وقت‌های خالگی خود به آنجا می‌آیند و فراغت می‌کنند. قاهر رسولزاده به مسئولین ناحیه دستور داد تا هرچه زودتر فعالان با کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه از خود درک دهند تا این عمل آنها برای باشندگان ناحیه درس عبرت شود.
ӯ корҳоеро ки дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ анҷом шуда истода аст ғайри қаноатбахш ҳисобида баҳри тезонидани корҳои бунёдкорӣ ба роҳбарияти ноҳия дастуру супоришҳои мушаххас пешниҳод намуд.